بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما ضرب پولینومها را که یکدیگر ضرب میکنیم. شروع از مثلا مونوم که مونوم ضرب میکنیم، یعنی یک حدا کردیم یک حدا ضرب میکنیم. بعض یک حدا را که دو حدا ضرب میکنیم، یعنی اینطور دو حدا کردیم دو حدا ضرب میکنیم، مثلا سه حدا کردیم سه حدا ضرب میکنیم. هر چقدر کلام شما یکدیگر ضرب کردیم. من طرفی مثال هست. یک مثال دادم مونوم را کردیم مونوم ضرب میکنیم، یک حدا را کردیم یک حدا ضرب میکنیم. یعنی سه آر برابر اس مکعب ضرب یعنی میتونم مشترک کنید. یا مثلا ما شما این میره درجه ما شما یعنی میره کاس میگیریم 5 آر بتوان 4 و اس بتوان 5 یعنی میره که یکدیگر ضرب میگیریم. خب یعنی میری مسائل میشن 3 ضرب 5 اول عدد را که یکدیگر ضرب میگیریم. 3 ضرب 5 15. علمی کدام مشابه متحول هستند و مجهولات هستند آنها را که یکدیگر جمع میکنیم، یعنی تواناییش یکدیگر جمع میکنیم. مثلا در جمع شما از توان تنها یک توانش میگرفتیم. مثلا مربع بود یک مربع میگرفتیم، مکعب بود یک مکعب میگرفتیم. یعنی میگن توانهاش شما در ضرب جمع میکنیم. توانهاش یعنی آر مربع است و آر بتوان 4 است. چند میشه؟ آر بتوان 6. اس را که اس توانهاش جمع میکنیم. اس یک اس نمیشه میکنیم توانهاش جمع میکنیم. 3 جمع 5 این هم 8. یہ شد مونوم، یعنی یک حدا ضرب یک حدا. مونوم ضرب مونوم. 15 آر بتوان 6 اس بتوان 8 به دست آورد. خب من طرفی مونوم را که بریم ضرب میکنیم. خب مونوم را که بریم ضرب میکنیم، یعنی یک حدا را که دو حدا ضرب میکنیم، یعنی x مکعب ضرب x منفی x مربع y بتوان 4. یعنی که یکدیگر ما شما ضرب میکنیم، یعنی x مکعب را در اول در نیمه حد ضرب میکنیم، بعد پسال یعنی x مکعب را در دوم حد ضرب میکنیم، جدا جدا ضرب میکنیم. مثبت ضرب مثبت اول بار مشترک ضرب شدست x توانهاش شما 3 جمع 1 4. مثبت ضرب منفی x ضرب x 3 جمع 2 5 و y چند است؟ کنیم y نیست و خود میگیریم که y بتوان 4. یہ شد حاصل ضرب، یعنی مونوم ضرب مونوم، یعنی یک حدا ضرب دو حدا. میریم مالتینوم یا مثلا پولینوم کردی دیگه پولینوم شما ضرب میکنیم. x مکعب جمع 2x ضرب 2x مربع منفی x جمع هم 1. یعنی میگه دو حدا است و یک چند است؟ 3 حدا است. اول علمی حد را ما شما میگیریم در هر یک علمی دوم پولینوم شما ضرب میگیریم. یعنی بعد پسند دوم پولینوم میگیریم، دوم حدا میگیریم، دیگه پولینوم شما ضرب میگیریم. یعنی مسائل میشه x مکعب ضرب یک است، یک ضرب 2 این هم 2. x مکعب ضرب x مربع این چند میشه؟ x بتوان 5. چرا 5 میشه؟ 3 جمع 2 5 میشه. توانهاش شما ضرب جمع میگیریم. خب مثبت ضرب منفی x مکعب ضرب x یعنی x ضرب x 3 جمع 1 4. مثبت ضرب مثبت 1 ضرب x مکعب یعنی میشه x مکعب. خب
انمیال نوبت رسید به حد دوم در اول پولینوم. مثبت ضرب مثبت این مثبت، دو ضرب دو 4 x ضرب x مربع x مکعب، مثبت ضرب منفی منفی، دو ضرب یک نمیشه یک است چند میشه؟ دو. x ضرب x مربع چرا x مربع میشه؟ دیگه باید تکرار کردن ضرورت نیست. توانش نمی یک است، یعنی توانش هم بس یک است. یک جمع یک چند میشه؟ دو. مثبت ضرب مثبت مثبت، یک ضرب دو x چند میشه؟ دو x میشه. خب انمیالی که ما شما عملیه ضرب را خلاص کردیم، عملیه ضرب را اجرا کردیم، انمیالی را جمع میکنیم. مشابه حدها مشابه حدود را که یک دیگر جمع میکنیم، یک جمع میکنیم. دو ضرب x بتوان 5 میبینیم که دوم هست یعنی دو x بتوان 5 نیست. انمیال خود میگیریم که مساوی بشن دو x بتوان 5. خب منفی x بتوان 4 x بتوان 4 دیگه است نیست. انمیال خود میگیریم که منفی x بتوان 4. مثبت x مکعب و مثبت 4x مکعب چند میشه؟ جمع میگیریم مثبت مثبت چند میشه؟ مثبت یکیست 5 x مکعب. ببینید در جمع ما رو بپرسید که در جمع تنها ما یک x میگیریم. ببینید جمع توانای جمع نمیگیریم جمع مرتکب تنها یک توانش ما شما میگیریم. خب منفی دو x مربع دیگه خود نیست میشه x مربع نیست، پس خود نمیشه که منفی دو x مربع و مثبت دو x. اینمی شد حاصل ضرب انمی دو تا پولینوم ها یک پولینوم و دیگه پولینوم انمی را که دیگه ضرب میکنیم و انمی حاصل کنیم شما به دست میاریم. انمی دیگه سوالی که انمی جمع رو شما حل بکنیم انشاءالله مشکل نیست و روز تیار حل شدن شما مفتشن حل بکنیم و انمی رو تبرین باز کنیم سوالا مادا و انمی هم حل